هیچ کس باورش نمیشه که این جاسویچی و کشمو دستساز باشه. من توی این ویدیو رایگان بهت یاد میدم که چطوری با کمترین هزینه و وسایل این کشمو و جاسویچی های جذاب رو درست کنی. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. این ویدیو رو هم حتما سیوش کن. برای شروع 7 گرم رزین و 3.5 گرم هاردنر رو با رنگ خمیری سفید با هم ترکیب میکنیم. 1/2 قالب رو با رزینی که آماده کردیم کامل پر میکنیم. با خلال دندون رزین رو کاملا داخل قالب پخش میکنیم. راستی این قالب پالت دایره 4 سانتی با عمق 5 میل که انعطاف پذیری و کیسانی خیلی بالایی داره و با سیلیکون درجه 1 هم درست شده و بیش از 30 بار میتونی ازش خروجی بگیری رو داخل پیجمون موجود داریم. با این برچسب ها و تلق ها میخوایم که کارمون رو تزیینش کنیم. یه ذره رزین و هاردنر رو با هم ترکیب میکنیم، روی کارمون میریزیم تا بتونیم تلق ها رو کامل روی کارمون فیکسش کنیم. برای این کارا که حالت برچسبی داره نیازی به رزین نداریم، خودش روی کار چون چسب داره فیکس میشه. برچسب ها رو با دقت روی کارمون میچسبونیم و با سر انگشت روی برچسب ها میکشیم تا کاملا به سطح کارمون بچسبه. اگه تا الان این ویدیو رو سیوش نکردی همین الان این کار رو انجام بده، چون میتونه این ویدیو بهت کمک کنه که به درآمد برسی. اون قلب پایینم حتما قرمزش کن. مجدد 10 گرم رزین و 5 گرم هاردنر رو با هم ترکیب میکنیم. خوب همش میزنیم تا کاملا شفاف بشه. بعد روی کارمون میریزیم تا یه ذره حالت محدب داشته باشه. میذاریم 24 ساعت خشک بشه. بعد از خشک شدن کارایی که درست کردیم میتونیم خیلی راحت از توی قالب بیرونشون بیاریم. همینطور که میبینین سطح کارمون کاملا براق و شفافه و یه کار خیلی تمیز و با کیفیت داریم. من میخوام با این مدل کارمون یه جاسویچی خیلی خوشگل درست کنم. آدریل دستی بالای کار رو سوراخ میکنم و حلقه پیچ رو بهش متصل میکنم. الان نیاز داریم به حلقه جاسویچی. با کمک انبر دهنه حلقه رو بازش میکنم و جاسویچیمون رو داخل حلقه قرار میدم و دهنه رو میبندم. و اینم از نتیجه کار ما، یه جاسویچی جذاب و خوشگل. من این 3 مدل رو جاسویچیش کردم و میخوام الان با این مدل یک کشمو خیلی خوشگل درست کنم. فقط کافیه پشت کار رو یه ذره چسب حرارتی بزنید و کشمو رو روی اون فیکسش کنید. به جای چسب حرارتی میتونین از چسب 1-2-3 یا قطره‌ای هم استفاده کنین که کارتون خیلی محکم باشه. اینم از نتیجه کار. شما میتونید فقط با داشتن یک قالب پرکاربرد یه عالمه جاسویچی و کشمو و حتی آویز ماشین درست کنید. با فروش محصولاتی که درست میکنید به یک درآمد خیلی عالی برسی.